سبحان الله. اکمل جان وقتی که ما مسجدی کهنه ما ویران کردیم در شهر کانیبادان، مسجد ما کوچک بود، وقتی که نمازخانه ها زیاد شد و مسجد از نو ویران کرده ساختیم، از بازار مردیکارها آوردم و اون مردیکارها از ناحیه های ولایتی سوخت بود، از ظفرآباد و قانچی و از هر کجا. وقتی که مسجد در آمدیم نشان دادم که این مسجد باید ویران کنیم. روزی ویران کنی بود با مقصدی از نو ساختن. یگان تاش میگفت نیما مسجد ویران نمیکنه، از ایمان نماز نمیخواند، میگو مسجد ویران کردن در کارشمون همین روز بای، یعنی که عهد بسته آوردیم. میگو نیما مسجد ویران نمیکنم، من میترسم از الله تعالی. میگو یعنی ایجاب زنی مسلمان گرفتن از مسجد ویران کردن هم بدتر است. بنابراین کسی در همین خیلی وظیفه ها هست این کارو اجرا نکن تا برآمده مردی کاری کنید و فرزنداتون لقمه حلال بیارید، فرزنداتون به هلاکت نبرید، فرزنداتون به دوزخ نبرید و فرزنداتون لقمه حرام نخورانید. از الله تعالی ترسید، دیری نگذشته. اگر نکردید تجربه کنید یا مراتب. وای بر حال